We have technology. خیلی قدم رنجه کردین. امروز یه بازی آوردم به نام ریشه های آلودگی. تو میدونی چی هستی؟ رئیس که نه، یکی از کارمندان دونپایه کنترل آفات هست. Oh shit. Here we go again. برو اونجا درو واکن. کار تو چیه؟ کنترل آفات. چه آفتی؟ سوسک و پشه و اینا دیگه. تو رو خدا بعد داشتم واسه تو تعریفی که پریشب خوب سوسکای زیادی رو دیدی. سوسک و اینا بود. اشکال نداره. مرسی که همیشه کابوسای منو به واقعیت تبدیل می‌کنی. میدوه نمیدوه. میبینی این چیزت دیدی؟ حالا فیمت دیدی؟ چقدر چیزای خوبی جمع کرده بودی سمت راست. ببین چقدر چیزای قشنگی. آفرین، تو واقعا یک کنترلگر آفات خوبی هستی. ببین چه آفتایی رو باش مبارزه کردی. باز از سوس بیاتر رو. برو دیگه. آها. خب خیلی عادیه دیگه، هیچ سوسکی نیست. وای نه تو رو قربان. تو بدترین فوبیات چیه؟ ببین احساس میکنم بازی ترسناکه و تو به من نمیگی. نه ترسناک نیست، تو رول پلیه، تو کنترلگر آفاتی و باید با آفات مبارزه کنی. من چه دشمنی دارم با تو؟ خب بازی ترسناک باشه میگم ترسناکه دیگه. بیا یه کنترلگر ساده آفاتی، لباسای کنترلگری آفات تو. Wow, the break room is infested, but don't worry, we can wipe it out. آروم اومد بارون. بعد اینجا سم برداریم زدیم Oh بیرون. man, the infestation spread to the pipes. اونجا اوه چه خفنم هست. اولین آبجکت بازی بسیار جان دلم. حال میکنی مدرن وارفار رو بردم برات؟ عشق میکنی؟ دومینو باید اسپانسرشیپمون رو بده ها. بریم بستنیشون رو تو ویدیو میخوایی بازی کن همزمان. هم ایزماره هم ریاکت به ایزماره. بردمت آفات رو بزنی بره. من که همه نیست. ببینی؟ یخ. Missing lights flicker and there is this area flame that I watched. برو زیرش وایسا ببین چی میشه. اصلا اینو باشن چی میشه؟ چه کثافتیه. خیلی لزجم. احساس انزجار کردی با میدونی پیسن. میکشم بابا بازی ترسناک نیست، رول پلیه. تو یک آفت زدایی. چرا اینو میگی؟ چون تو یک آفت زدایی. خیلی آرزوشون آفت زدا باشن. من چرا اینجوری دور بینا جابجا تو چرا قبول کردی این بازی رو بازی کنی؟ ما 1000 تا بازی دیگه میتونستیم بازی کنیم. واقعا چرا تصمیم گرفتی که ما اینو کارو بکنی؟ چون سیس گیمر گرفته بودی، احساس کردم باید یه جا شات داون. من سیس گیمر بازی ترسناک نگرفتم که. کلا من ترسوترینم. نه تو اتفاقا تو ویدیو کرمپوسیز هم به من ثابت کردی که اصلا آدم ترسویی نیستی، بلکه خیلی هم نترسو هستی. من میخوام دوباره یه طرف بذارم اینجا. کلیدات از جیبت افتاد. بابا توی first day on the jobت نیستش که. چرا؟ بهم گفت روکی کاملا. روکی هستی؟ خب برو خودتو ارزشاتو ثابت. کار پیدا میشه الان. برو ارزش یه سر برو نزدیک. خب باری که الان ترپات کار کرد. زنده عوضی نمیر. میبینی پودر میشن بعد اینکه فقط اینجوری میاد سمتت. فقط هیچ کاری نمیکنه. خیلی کنترل بازیش بده واقعا. یهو تصمیم میگیره بیاد سمتت. بسته دیگه تو ترپه دیگه مرد دیگه. خب اون یکی دیدی که در اومد از تو ترپ. چقدر زیادن. برو تو دلشون برادر. برو تو دلشون اصلا فرار نکن. تمام این اینا نستشون میده. نستاشون رو بزن. چرا من دارم در این بازی همکاری میکنم؟ با تو
چرا؟ کیتمو چجوری با استفاده کنم؟ چقدر چندشه بافت بازی. به هر حال انتخاب توه دیگه. چی تو زنه؟ من خیلی خوب شنیده بودم راجبش، ولی باید اون بازی جنی منی بیارم. تو رو قرآن نه. نه کارت این چیزه کامنریو کی کارده. I found an old newspaper clipping in the break room about the steamboat we have stored here. It talked about the strange accidents and deaths happen on board. Mechanical failures, people going overboard, freak accidents. The article hinted at something. Starting to think those stories weren't just old sailors' tales. یه چیزی انداختم. چرا من اینو میندازم؟ من خیلی ناراحتم. چرا؟ چون بازی مورد انتظارم نیست خیلی. جون ویلی کم شده. بازم بچرخ. ویلی کیه؟ ویلی اون موش کنده هست. من الان اردبیلم. عکس میکی موس بود. شوخی میکنی؟ کاور بازی دیدی؟ چه کثافتی اینجا. میکشمت. آره خاموش نشی یا با چی بردارم با این؟ آره خاموش میشه چیزمون. خیلی بازی چرتیه، خیلی دریوریه، اصلا توصیهش نمی کنم. همش هم صدا لرزیدی و مطمئنم که هیچ کسی اینو تا حالا بازی نکرده تو عمرم. من به عنوان یک من همچنان سر حرفم هستم، یعنی یکی این ایده رو داده بقیه گفتن ایول. اسمشون چی بذاریم؟ این گوگلی مگولی هایی که ما سی کوپ گاوچیم دیگه، ما سی آرمی، آها چیزه فن بیس، سیویک نه، سیامک نه، سی بیلوها، سی پلاس، سی های گل تو خونه. حالا بعدا اسمشون انتخاب میکنیم. آبتو خوردی بریم برید از بقیه اونجوری کنید برامون. برو از اینجا بیرون.